با شکست مذاکرات اسلام آباد، تهدید اردوغان و نتانیاهو علیه یکدیگر و آمادگی سنتکام به عملیات، خطر جنگ مجدد در خاورمیانه دوباره بالا گرفت. هرچند آتش بس هنوز نسبتاً برقرار است. ونس با دست خالی به آمریکا رفت و گفت عدم توافقمان خبر بدی برای ایران است. قالیباف به ایران رسید و جمهوری اسلامی میگوید آماده دفاعیم. هواداران پهلوی در جاده‌های اروپایند و ترامپ اعلام پیروزی کرد. تماشاگران یک در سراسر جهان، درود. به مهمترین ها در نخستین بسته خبری روز با من احمد رشاد ظریر خوش آمدید. سرانجام پس از 21 تا 25 ساعت مذاکرات سخت، گفتگوهای آمریکا و ایران به میزبانی پاکستان بی نتیجه پایان یافت. هر دو طرف با دستهای خالی به کشورهایشان بازگشتند. آقای جدی ونس پس از مذاکرات صحبت کرد و گفت که خبر بدی هست که ما پس از تلاش ها به هیچ توافق دست نیافتیم و حالا با دست خالی باز میگردیم. و البته گفت که در جریان مذاکرات بیش از 10 بار با دونالد ترامپ تماس گرفتیم. گفت بهترین پیشنهاد را به طرف ایرانی ما دادیم و حالا خواهیم دید که میپذیرند یا خیر. و هرچند گفت که انعطاف زیادی نشان دادن در مذاکرات. البته هنوز دیپلماسی زنده است و این خبر خوبی برای دنیا است که دیپلماسی هنوز توانسته حداقل جلوی جنگ را برای 2 هفته بگیره، آتش بس برقرار بکنه و زمینه گفتگو را فراهم بکنه و دنیا کاملا قانون جنگل نیست، چیزی که چین نگرانش است. و همزمان آقای ونس که در رأس تیم آمریکایی بود، آقای جورج کاشنر داماد ترامپ و آقای استیو ویتکاف نماینده دیپلماتیک او در خاورمیانه و پرونده های صلحی که اخیراً دنبال کرده، ایشان با رسیدنشان به آمریکا این طرف به ترامپ گزارش دادند و در کنارش ما شاهد این هستیم که ایرانی ها تأکید میکنند که این مذاکرات در اختلافی که بر سر 3 مورد بود به توافق نرسیدیم در این مذاکرات. یکی از اون اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای بوده که غنای یورانیم در ایران را باید صفر می ساختند که ایرانی ها قبول نکردند. یکی هم تنگه هرمز و ملکیت ایران و عوارضی که باید بگیره بوده و یکی هم رفع تحریم ها. ایرانی ها میگن آمریکایی ها تسلیمی ما را انتظار داشتند، زیاده خواهی کردند، بنابراین ما تن ندادیم. در جریان مذاکرات رسانه‌های از جمله CNN گزارش دادند که تیمی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، چه نیروی دریایی چه نیروی زمینی و هواییش، به اسلام آباد رفتند و به مذاکرات پیوستند تا مشورت دهی بکنن و مهار بکنن، ولی از طرف ایران رد شد. ایرانی ها میگه که همزمان با این که مذاکرات دور اولش بی نتیجه پایان یافته، امید همچنان به دیپلماسی وجود داره. ما متعهد هستیم و روابط و رد و بدل پیام ها از طریق کشورهای دوست ادامه داره. این که مذاکرات مستقیم بوده یا غیر مستقیم هنوز نمیتونیم تایید یا رد بکنیم، چون ایرانی ها همیشه به مذاکرات غیر مستقیم تاکید کردند و آمریکایی ها هم گاهی ادعا کردند که مذاکراتشان مستقیم بوده. حتی همین مذاکرات دیروز میگن 3 جانبه بوده، هم تیم آمریکا، هم تیم ایران و هم تیم پاکستانی حضور داشتند. وزارت خارجه ایران همچنان از پاکستان قدردانی کرد و گفت برای هر گونه دفاع آماده هستیم. و جالب این بود که با وجودی که تیم ها متفاوت بود، اوضاع متفاوت بود، شرایط متفاوت بود و مکان متفاوت بود، باز هم دو طرف همچنان آمریکای سابق و ایران سابق بودند. دقیقاً آقای قالیباف و تیمشان به جای نقشه و بیرق مهر که عکس مجتبی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای را داشت و گفته بود که نور خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد، ایره به سینه هایشان نصب کرده بودند و دقیقاً همون سیاست را هم دنبال کردن. البته به نظر ما بیننده‌های گرامی این اتفاق میتونه یک موفقیت خودش باشه. وقتی پس از 40 سال دشمنی برای اولین بار مذاکراتی در بالاترین سطح انجام میتن، پس از 40 روز جنگ مذاکرات انجام میشه و 21 ساعت طرفین گفتگو میکنن و آتش بس همچنان برقرار باقی میمونه، این شاید برای هر دو طرف یک بخشی از موفقیت قلمداد شود. به هر حال پس از این مذاکرات دوباره خطر جنگ بالا گرفته. سنتکام یا فرماندهی مرکزی خاورمیانه ایالات متحده آمریکا با نشر تصاویری از ملوانان و پیلوت‌ها و خلبانان
از آمادگی به پروازهای عملیاتی خبر داد. لشکرکشی آمریکا هم که ادامه داره و هزاران سرباز و چند ناو ناوشکن همچنان گسیل شدن به نزدیکی ایران به سوی خاورمیانه که تعدادی از اونها رسیده هم به منطقه. این در جریان مذاکرات هم ادامه داشت و پیش از این هم یک بار مذاکرات ادامه داشت و لشکرکشی سرعت گرفت که سرانجام به جنگ انجامید. همزمان یک خبر دیگر این است که پس از فراخوان آقای شاهزاده پهلوی، هواداران او در بعضی شهرها از جمله سوئیس، کانادا و ایتالیا مقابل سفارت ایالات متحده اعتراضات برگزار کردند، پرچم شیر و خورشید برافراشتند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند و اعتراض کردند به قطعی اینترنت بیش از 1000 ساعت در ایران که البته کاملا قطع نیست. در ایران اونایی که صدای ایران شناخته میشن از طرف جمهوری اسلامی اونا اینترنت در اختیار دارند ولی همگان در اختیار ندارند. و آقای دونالد ترامپ یک عکسی از اعتراضات سوئیس را بازنشر کرد و گفت که ایرانی‌های زیادی از جنگ ما علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. و ترامپ همچنان چین را تهدید کرد در صحبت اخیرش با رسانه‌ها، چون از او پرسیدند که نظرت در مورد همکاری تسلیحاتی چین با جمهوری اسلامی چی است و او گفت که این برای چین بد خواهد بود و اگر کمک تسلیحاتی با ایران انجام بده اون وقت اتفاقات خوبی نخواهد بود در آینده برای چین. البته این تهدیدها وجود داشته و نکته شگفت انگیز دیگر اینجاست که میگویند در واقع چین است پشت صحنه برگزار کننده این مذاکرات، برقرار کننده آتش بس و از طریق پاکستان پیش رفته و فشارهای چین بر جمهوری اسلامی و آمریکا بوده که جنگ را متوقف کرده و مذاکرات را آغاز کرده و به همین دلیل تا اکنون پابرجاست. به هر حال آقای ترامپ ادعای پیروزیش را تکرار هم کرد و گفت که بعضی رسانه‌های مثل CNN و نیویورک تایمز میخواهند که ما را ناکام جلوه بدن و شکست خورده جلوه بدن ولی ما پیروز شدیم. به هر حال چی توافق بشود چی جنگ، در هر دو صورتش ما پیروز هستیم. عین ادعا را هم جمهوری اسلامی داره و به شدت اعلام پیروزی کردند و گفتند حالا ما هستیم که تعیین میکنیم جنگ چگونه پیش بره، دیپلماسی چگونه پیش بره و اهل تسلیم هم نیستیم و آمریکا از خواسته های قبلیش عقب نشینی هم کرده. ترامپ و آمریکا مدعی هستند که مین روبی در تنگه هرمز را آغاز کردند، ناوشکن‌هایی را فرستادند ولی ایرانی‌هایی را رد کردند. فقط یک خبر خوب در مورد تنگه هرمز این است که حداقل از دیروز به این طرف حدود 16 کشتی باری نفتکش عبور کردند که این 16 کشتی از تعداد کشورهای اروپایی بوده، از چین بوده، از ژاپن بوده، از تایوان بوده و البته در هماهنگی با نیروهای سپاه تانستن عبور بکنند ولی تنگه هرمز کاملا امن نشده هنوز و قیمت نفت هم در نوسان است. شاید بعد از شکست مذاکرات به مرور روزهای آینده اگر خبر مثبت دیگری نباشه قیمت نفت دوباره بالا هم بگیره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تکرار رویکردها و موضعهای قبلی خودش و دولتش تاکید کرد، گفت که کار ما با ایران هنوز تمام نشده و یورانیم غنی شده در ایران باید تحویل داده شود و از ایران خارج شود. چیزی که در روزهای جنگ هم گفته میشه آمریکا تلاش کرد و خارج بکنه به بهانه نجات پیلوت و در اصفهان فرود آمدند ولی موفق نشدند. البته این ادعای ایران است و اینجا یک جرقه جنگی دیگه تازه بین اسرائیل و ترکیه بالا گرفته، شعله‌ور شده و یک جنگ لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی هفته گذشته جریان داشت که اسرائیل را متهم می‌کرد به برهم زدن دیپلماسی ادامه جنگ و نتانیاهو هم دیروز یک پست گذاشت اردوغان را متهم کرد به قتل و کشتار مردمش از جمله کردها و حالا تازه آقای نتانیاهو هشدار داده که اگر در نتیجه تلاش‌های مخرب اسرائیل مذاکرات اسلام آباد شکست بخوره و دوباره جنگی در راه باشه ما مجبور خواهیم بود به اسرائیل حمله کنیم. حالا ترکیه که قبل از جنگ 40 روزه هم خشمگین بود بر اسرائیل و احتمال پیوستنش به جنگ وجود داشت ولی حالا جدی‌تر تهدید کرده. اسرائیل و ترکیه یکدیگر را بیشتر تهدید میکنن و امکان این که اگر جنگ از سر گرفته شود ترکیه هم به این کاروان بپیونده بسیار بالاست. در اون صورت شاید کشورهای حامی اسرائیل که تا امروز نپیوستن هم بپیوندن. به هر حال هنوز آتش بس برقرار است و اگر جنگی در راه باشه ممکن است جنگ گسترده تر باشه، منطقه‌ای تر باشه.
و عرب ها ادعا میکنند که با وجودی که آتش بس برقرار است و حملات ایران بر ما کاهش یافته، ولی کاملا قطع نشده و هنوز موشک ها و پهپادهایی رهگیری میکنیم. و برای قیمت نفت تا این یک اوضاع خوب بوده. یک خبر دیگر هم این است که نزار آمیدی رئیس جمهوری عراق شد به انتخاب پارلمان عراق. و خب در عراق هم که بین ایران و آمریکا اختلاف نظرات وجود داره. در مورد نخست وزیرش بود و حالا هم خواهیم دید که رویکرد آمریکایی ها و ایرانی ها به رئیس جمهوری جدید عراق چه خواهد بود و اینکه چه اتفاق تا ساعت بعد خواهد افتاد ما پیگیری خواهیم کرد و اطلاعات را در اختیار شما ساعت به ساعت قرار خواهیم داد. ممنون که بیننده یک هستید. لحظه ها به کامتان.